سلام دوست خوبم. میخوام امروز در مورد قدرتی که خداوند به انسان فقط داده و باعث شده که از حیوانات و سایر موجودات جداش بکنه صحبت بکنم که میتونه در مسیر موفقیت شما، چه در مسیر لاغری چه در تمام مسیرها بهتون کمک بکنه و اونم قدرت اراده است که شما هر کجا که اراده میکنی کاری رو انجام بدی و هر کجا که اراده میکنی کاری رو انجام ندی. یعنی قدرت نگفتن. اینکه چرا افراد چاق در مقابل غذاها و رفتارهای پرخوری بلد نیستن نه بگن و به خاطر همین شکست میخورن خیلی مهمه که میخوام تو چند تا استوری بهت توضیح بدم. ممکنه کمی طول بکشه اما واقعا اهمیت داره که یاد بگیری. پس با من همراه باش. خب چرا بعضی بلد نیستن نه بگن؟ خوب دقت کن. نوزادی که به دنیا میاد انقدر ما بهش شیر میدیم که حالش هم به هم میخوره، باز بهش شیر میدیم. استفراغ میکنه بهش شیر میدیم یا قنداق میدیم. همین که بزرگ میشه به عقل که میرسه و غذایی که براش درست میکنیم و باید به زور به حلقش بدیم، با هواپیما بازی، با جایزه دادن، با هدیه دادن. حالا میگه نمیخورم، ما میگیم باید بخوری. حالا میگه سیر شدم، ما میگیم باید بخوری. همین که یه ذره باز بزرگتر میشه میخواد انتخاب بکنه، ما نمیذاریم انتخاب بکنه. هر غذایی که مامان درست کرده رو باید بخوری. تازه بشقابت هم باید تمیز کنی، ته بشقابت رو باید در بیاری. خیلی از این الگوها داریم. به خاطر اینکه توضیحات زیادی میشه میخوام همینجا بسنده کنم که پس تو مقصر نیستی که اینقدر پرخوری. الگوی پرخوری در ذهن من و شما شکل گرفته و اگر پرخوری میکنیم به خاطر اینکه قدرت نگفتنمون رو از ما گرفتن. فقط کافیه از قانون عادتهای اتمی استفاده کنی. یعنی چی؟ یعنی ریز ریز قدم به قدم 1% تغییر کنی. اگه تا به امروز 3 بشقاب غذا میخوردی به خودت بگو نه دیگه نمیخوام 3 بشقاب بخورم، میخوام 2 بشقاب و نصفی بخورم. و فرداش بگو نه میخوام 2 بشقاب بخورم. دوباره یه روز دیگهش بگو نه میخوام 1.5 بشقاب بخورم. انقدر اینو تکرار کن تا قدرت اراده تو با سیر شدن واقعی ذهنی و جسمی به دستت بیاد. شما با قدم‌های کوچیک و نگفتن‌هایی که هر روز و هر لحظه در ذهنت و زبانت داری جاری میکنی قدرت عضله اراده رو قوی میکنی. پس به خودت میگی نه من انقدر خشمگین نمیشم. حالا که اگر در مقابل فلان مثلا حرف خشمگین شدم از این بعد سعی میکنم 5 دقیقه خودم نگه دارم بعد داد بزنم. نه اگه من در مقابل بوییدن غذا فوری میرفتم تو رستوران، الان میخوام 5 دقیقه تو خیابون بچرخم، اگه دلم غذا خواست دوباره برم. با همین قدم‌های کوچیک و نگفتن‌هایی که بسیار کوچیکه. نه اگه نمکدون رو میپاشیدم روی غذام، امروز میخوام فقط نمکی رو که به اندازه نوک انگشتمه بریزم رو غذامو بخورم. نه اگه ببینید انقدر مراتب نگفتن ما زیاد داریم در مراحل مختلف زندگی که به راحتی میتونیم با تکرارش قدرت عضله اراده رو قوی کنیم. حالا شما به من بگو برای قوی کردن اراده نگفتن و مهارت نگفتن تا الان چه کارایی کردی و اگر تا الان شکست هایی خوردی برای اینکه نتونستی نبگی رو برام بنویس.